شما ایرانی هستین؟ بله. میتونم ازتون چند تا سوال بپرسم؟ بفرمایید. چند وقته که آمریکا زندگی میکنی؟ تقریبا 1 سال و نیمه. از نظر چه دختری کنسله؟ از نظر شخصی خودم دختری که یکم توپر باشه یا بیش از حد عمل کرده باشه به نظرم کنسل، یا دختری که پوچ باشه یا توقع زیاد داشته باشه دوست پسرش به نظرم کنسل. سینگل هستی یا تو رابطه هستی خودت؟ تو رابطه. ایران یا آمریکا؟ واسه کوالیتی زندگی و درآمد امریکا، ولی از نظر آدما و دوستام ایران. چرا؟ 70-80% آدمای اینجا اصلا ایرانی‌ها خیلی پوچن دیگه، دنبال پوز دادن و حاشیه و چیزایی به درد نخورن، ولی بچه‌های ایران خیلی لول آپ ترن، یعنی از نظر لولی خیلی بالاترن نسبت به بچه‌های اینجا. بچه‌های ایران با حقوق 10 ماه کارکردشون میرن یه دونه آیفون میخرن که دستشون باشه، باهاش 1000 جور کار میکنن و پول در میارن، ولی بچه‌ها اینجا با حقوق 3-4 روزشون میرن یه دونه آیفون میخرن، تازه پوزش هم میدن، هیچ کاری هم باش بلد نیستن انجام بدن. احتمالاً یه عده هستن که میخوان بهت فوش بدن، میخوای پیجتو بهم بگو که تگت کنم مستقیما به خودت بگن. حتما. مرسی. من اصلا هستم از لس آنجلس، پیج منو داشته باش.